حضرت بهترین عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرموده است که در خانه‌ای که زن نیست در اون خانه اون شفقت نیست، در خانه‌ای که زن است در اونجا دوستی، محبت، همدلی و همزبانی است. ما افغان‌ها در شرایط جنگ قرار داریم، از یک سو صلح آرمان ماست. دختر خود می‌خوایم که تحصیل کنه، اینو کنم دختر ما در یک از اکادمیا تحصیل میکنه، یعنی میخواد که واقعا یک دکتر طب شوه، در یک موسسه عالی طبی کار میکنه. این برای من افتخار است که دخترم صاحب تحصیل است. دختر من در دانشگاه اسلامی در کورس دوم بخش اقتصادی تحصیل میکند و در آینده تحصیل خود را دوام میدهد. اصلا شما راضی هستید از تحصیل اون کس؟ چرا نه؟ البته. یعنی اجازه میدید به دیگر فرزندانتون که تحصیل نمایند؟ بله. اجازه میدم. دختر کلامیم خون دخترچه میدکین سی هسته این سالگار در سیلواگی میمونه میشه یگان همشیره تیب یگان شوه. فرزنده ما کلونم. من اجازه داده تحصیل کنن یا که شرایط نشد؟ شرایط نشد، خواهد تحصیل اگجا باید زیر فرزند رو. کلین ها خوندگی هستن یا نخونده؟ نه. من اجازه میدین برای دخترانشون؟ دختر بسیار خونده هستند ما. خوندگی الان خیلی است که و مثال در هم خونه کلین شده میوید همین خیلی است که بای میکند اون خونه در حتی شوهرش کور میکند زندگی خودش رو پیش میبرد هیچ وقت شوری نخونده عذاب میکشه. اصلا میخواید که کلین خوندگی بگیرید یا که برای شما خوندگی کلین رو منافع سیمبره بخونه شوه. چرا کلین نخونده نه کلین خوندگی میگیره؟ کلین خوندگی نه ما کور میکنیم زندگی رفته است. آیا زندگی شما برام ما مثل تقصیر زندگی نمیکشه که کور میکنیم. کور کنن جوانو. اصلا حاضر شوق دارید که رفته تحصیل کنید یا من این شرایط؟ البته خیلی سالای پیش نمیموندن کاغذی میخورم اونا بوشته میخورن سالای ما کبری نمیگیرن دیگه برای خوندن. دختری که تحصیل می داشته باشه اگر در یک فامیل یا در خانواده عضو خانواده میشه یا عروس خانواده میشه واقعا اون خانه به طرف ترقی و تعالی میره. در اون خانه مهر و محبت پیدا میشه، در اون خانه اون شفقت پیدا میشه، در اون خانه روشنایی پیدا میشه. چرا که میخواهم ذوق زیبایی پرستی خود را تکمیل دهم، زیرا آرزویم همچون طراح دنیا را تسخیر کردن است. فضای ایجادی اینجا باشد مرا دلگرم میکند. من از کودکی نوآوری را دوست می‌داشتم. اکنون می‌خواهم با اختراعات خود دنیا را دگرگون سازم. امکانات تجربه گذرانی مرا به هدف نزدیکتر می‌سازد. با عمق این همه رقم‌ها رفتن و منفیت را از ضرر جدا نمودن، دانش و مهارت بلند را طلب می‌کند. زین رو باید آموخت. دانشگاه صاحب شهادتنامه‌های اکریدیتاسیونی بین‌المللی میباشد که اعتراف دیپلم ختم کنندگان را در سطح بین‌المللی تأمین می‌نماید. تاجیکستان با پیش. орзуҳоят ро амалӣ намо. донишгоҳи технологии тоҷикистон. рамзи мо дар маркази миллии тестӣ 107. من میخواید که در آینده کلینتون خوندگی باشه یا اینکه فرق نداره؟ همه میخواد که معلومات دار باشه. فرقیت خوندگی از اون خونده در چی باشه؟ فرقیت خونده فرزندش نه تربیت میکنه خونده بچه خوندگی دختری خوندگی. نه اگه دختران خوندن وظیفه دارن کار کرده شدن نبیران وزیر مایده هستن. البته آرزو داریم که یکون جا رفته خونه صاحب معلومات عالی شوند در جمعیت خدمت کنند. اگر خوندگی باشد خوبتر. یعنی برای چی؟ برای که آدم که مثلا خوندگی باشد کمتر فکر و عقیده و مثلا دیدی نو دارد و مثلا برای زندگی در آینده برای تربیت کودکان مثلا. کنیش میخوام این دختران این آینده این فخر ما در فخر تاجیکستان باید نه همین دخترچک‌ها و چهاش باید خوندگی باشه حتما. زنکای نخونده اینا نمیدونم من این طریق دخترم حساب نمیکنم. خودم دانشگاه با کار میکنم آموزگاری با 33 سال. 33 سال شد. دخترها بسیار فاکولته زبان روسی ادبیات با. اصلا با دخترانی روبرو میشد که اونها مجبور آمدند و خانگی ها مانعگی کرده باشند؟ نه بسیارش خوبیش خودشون کردیم. فرزندای من کلان شدن یکی حال نبیرم خونده شدن تلاش کرده شدم خودم یاردم میکنم که
لفظ بسیار کند نصب کند. دختر باید پخت و پس کند، شوهرش به نگاه کند، پشتمان خودش عزت کند، عرف عادت ما رعایت کند. باید دختر ما همش دانشگاه تمام کردگی، پسران تمام کردگی. چی باید میخونن؟ اما میخونن دخترو. خودتون تحصیل کرده هستی؟ تحصیل کرده روز پیش سفر اومدگی کار کردگی. اجازت میدهه تحصیل کنم؟ البته چرا نه؟ های آدم که خون باید کار کنن، باید برای خونه نشینی چی نمیکنن که 5 سال بخونن دو بره و خونه بشینن. اما همین وای میخواهد ده هر یک پدر و مادر اما خود فرزندش خون در دانشگاه ملی ترکستان خون